آی دکتر عارضم به حضورتون، این ضرب المثل مرگ یه بار شیون یه بار خیلی غلطه. چرا؟ فکر کردیم که این چپول زهر رو که انداختیم بالا با یه تلخی و یه دلپیچه تموم میشه، اما نگو داره ریشمونو میکنه. زبون املال مقام عظما این پیاله رو انداخته بالا، اما انگاری وجود مبارکشون مثل ظروف مرتبطه به همه افراد نظام وصل باشه. همه دارن از دلپیچه میتابن و پاچه همدیگه رو یا فرش و موکت و یا زمین و دیوار و یا هر چی دیگه که بشه گاز گرفت و گاز میگیرن. عاشق فری خودش گفت که این بازی 2-3 بردیم. شیخ ولی راست گفته که 2 تا گل خوردیم، ولی عنایت نداره که این فوتبال نبود، بوکس بود. همون 2 تا آپرکاتی که تو پوز نظام الهیمون نشسته دکور قیافه مقام عظما رو با پاک و پوزشون عوض کرده. شیخ فری میگه گل خورده که خب خیلی معلوم نباشه، ولی کیه که نفهمه؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که طرف میخواست ماشین بخره، از فروشنده پرسید که داشت وضع اوضاع ماشینه چطوره. فروشنده گفت به ظاهرش نگاه نکن که تصادفی و رنگ و رو رفته است، اگه اتاقش عوض بکنی موتور رو نوام بذاری روش هیچ مشکلی نداره دیگه، فقط یه شاسی میخواد و یه گیربکس و 4 حلقه لاستیک. روشن شد یا همچی بذارم که 4 تا لاستیک عوض کنی. دکتر بیادبی نباشه که منم میخوام مثل شما یه نکته بگم، چون که شیخ فری میخواد بگه این زهر نیست. مرحوم ابویتون در یه جای از خاطراتشون نوشتن که به طرف گفتن یه میوه آبدار و شیرین بگو، گفت خیار. گفتن خیار کجاش آبدار و شیرینه؟ طرف گفت که با یه چای شیرین بخورین نظرتون عوض میشه. روشنه یا بگم اتاق فرمان براتون یه دونه چای بیارم؟ ناکس نکنه زهر تو تک و پوز تو هم اثر کرده که جای خودت اینطوری در رفتی. شاید رو شما اثر کرده آقای دکتر بزن بهادر. خیلی عذر میخوام، کجاشو دیدی؟ این هنوز اول کاره، این رشته سر دراز داره. آقای دکتر شما مگه ابر استراتژی نظام نیستی؟ چرا؟ خب معلومه. خب استراتژی نظام سرش تو گل رفته. اصلا به نظر من جای هیچ تعجبی نیست که من و شما جامون عوض بشه. صبر کن اینم ناکس، خیلی داری تو میری، تو همیشه یه مجری خوبی بودی. حالا من یه سوال میکنم که ببینیم چقدر میفهمی. دیدی تو این فیلم ها یکی تیر میخوره بعد به رفقاش میگه شما منو جا بذارین خودتون برید؟ بله شما هم همینطور آقای دکتر؟ نه خیر، خواستم بهت بگم که تو نظام الهی ما کسی تیر بخوره و بیفته ببینه بقیه دارن میرن از پشت همشونو میبنده به رگبار. دشمن دوست نما را نتوان کرد عدا، شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد. سب کن ببینم منظورت از دشمن دوست نما که من نیستم. به تعبیر عاشق فری منظورم شما نیستی، منظورم این قورباغه‌ایه که عاشق فری داره رنگ میکنه میخواد جای قناری غالب کنه، ولی همه میفهمن. دیدی تو مجلس چه قوقاییه؟ بابا مجلس رو ول کن. عاشق فری میگفتش که اوباما هم بهش زنگیده گفته که نماز جمعه بعدی رو بیاین تو زمین چمن کاخ سفید، کیک و ساندویچش هم من میدم. میگفت تا اینجا رفتیم جلو. مرحوم ابویتون یه جای دیگه نوشته بودن طرف داشت خواب میدید که دارن 20,000 تا بهش میدن، ولی داشت چونه میزد که بیشترش کنن. یهو بیدار شد، دوباره چشماشو بس، گفت دستتون درد نکنه همون 20 رو بدین. صبر کن اینم ناکس، تو هم که فکر کردی ما عضواییم تلف به شکسته باشه. حواست باشه زیادی روشن کنی هممون با هم میسوزیم. ما ناکس فعلا اینو بگی که یر به یر بشیم. اینجا مونده بود از اون ضربه قبلی که زدی. برگردم به توافق. خیلی توفه است که برگردی بهش. میگن که این توافق هم سر دراز داره، فضاحتاش داره یکی یکی رو میاد. آره دیگه، عاشق فری تو لو دادنش هم خست به خرج میده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن خسیسه بچهش ازش 10,000 تومان پول خواست. گفت چی؟ 9,000. 8,000 تا میخوای چه کار؟ 7,000 هم زیادته، چه برسه به 6,000. بابام به من 5,000 نداده که حالا من به تو 4,000 تا بدم ها. حالا 3,000 تا رو میخوای چه کار بکنی؟ 2,000 تا برات بسه، بیا 1,000 تومن بگیر. بچه شمردید 500 تومنه.
پس تو مجلس هم هنوز همه اینا لو نرفته آیه نه دیگه دکتر. تا اومدن رو فضاحت‌های توافق بحث بکنن از 10 جای دیگه فضاحت زد بیرون. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردن بله میفرمودن که پلیس مسافر کشوری که با سرعت داشت میرفت نگه داشت. گفت ناکس 8 تا مسافر سوار میکنی سرعت هم میری. راننده گفت قربونت برم الهی اگه تندتر نرم اون ستایی که تو صندوق عقبن خفه میشن. روشن شد یا همچی بزنم که یا خفه شی دکتر. یا بری تو صندوق عقب. پس چی بود ظریف میگفت من باید جایزه صلح نوبل بگیرم و بشم دبیر کل ملل متحد به خاطر این فضاحت؟ بابا خب تو دیگه گول جست این مشنگ رو نخور دیگه. ناکس جیب خالی و جست عالی. به مشنگه گفتن چرا گیاهخوار شدی؟ گفت قصاب محل دیگه گوشت نسیه بهم نمیداد. یعنی همش اینا ای دکتر خواب و خیاله. اون میلیارد دلاری که میگفتن گیرمون میاد و برای خرج کردنش نقشه کشیده بودن چی؟ کلی صابون به شکممون ماریده بودیم. چیزی میماسه بهمون یا نه آی دکتر؟ اون 150 میلیاردی رو که آب رفت و آخرش شد 5-6 میلیارد تا رو میگی دیگه. آره، مرحوم بیشتر. ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله تو حرف من ندوی یا فهمیدی یا نه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمدن که مشنگه با خودش گفت تو این هوای سرد باید برم قهوه درست کنم کنار شومینه با آرامش بخورم و از پنجره بارش برف و تماشا بکنم. بعد دید خونهشون شومینه نداره قهوه هم تو بند و بساطش نیست برف هم نمیاد. نشست کنار همون علایالدین منتظر شد که شلغماش بپزد. آیه دکتر بحث ترجمه توافق نامه و تقلب تو ترجمه که حتی حسن قش هم بابا فهمیده. ولش کن حسن قش چیه اسم این قشقابی رو واسه من نیارا. کاش بالا سر بعضی هم از این زبدر کوچولوها بود که هر وقت حوصلش رو نداشتی روش یه کلیک میکردی طرف بسته میشد. سر ترجمه تو هم که قاط زدی بند کردی به 1 قانون 2000 اصل بدبختی رو ول کردی. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض کردم بله میفهمودن که گوسفنده رو انداختن پشت وانت ببرن کشتارگاه. گوسفنده همش گریه میکرد. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت آخه من میخواستم جلو بشینم. آیه دکتر ما که دعوامون حل نمیشه ولی اجازه بدین مؤدبانه و متمدنانه دعوا کنیم نه مثل مجلس. شما یه چیزی فراتر از این گوسفند که به مقام عظما گفتین بگین که من یه دفعه فیوز بپرونم. اختیار داری این چه صحبتیه شما شروع بفرمایید. آیه دکتر باشه من حرفامو بزنم بعد شما بزنید. آیه دکتر چرا عظما رو با گوسفند پشت وانت مقایسه آره بابا می‌کنی؟ گوسفند پشت آخه وانت نوبت کسرش تو هم که بیاده. نیست. بذار من حرفامو نوبت بزنم چه بعد تو نه که دعوا تو بکن. فکر کردی با سر کدوم این قرارمون داستان که بودیم شد مثل پسر مجلس یکی قرار قربونت وایسی برم. قربه زدی تو ما سر قرار مقام با عظما، آژانس هم پشت به مقام پایبند عظما. نبودیم.